سلام تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم جمعه 23 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. ما به گپ بیک صبور میخندیدیم. شرکت اپل به بودجه تاجیکستان 238,000 سامانی انداز سپرده است. حبیب جان میخواست مادرش را نجات دهد. جسد باز یک قربانی سیل را در پنجکین پیدا کردند. عبدالخلیل خالقزاده در تاجیکستان شتام دلتا بیدادی میکند. 68 نفر در یک شبانه روز ثبت شماره رکوردی گرفتار شدگان کرونا ویروس در تاجیکستان. کلید جنت و جهنم در دست کیست؟ در مذمت آنهایی که ایدگل قاسمزاده را به دوزخ فرستادند. یک خوشدامن تاجیک کلین تاجیکش را در روسیه کورد زده است. در تاجیکستان باز یک نورز و یک جوان غرق شدند. یک زن از جماعت اوریان دو امدیهاش را به مبلغ 780,000 فریب داده است. یک معیوب خردسال برای ادامه طبابت عروبچه قیمت بهایش را با نرخ ارزان به فروش گذاشته است. و اکنون تفصیلات خبرها. شرکت خارجی اپل که در حدود جمهوری تاجیکستان به شخصان واقعی خدمت رسانی های الکترونی پیشنهاد می نماید، روز 16 ایول نخستین شده برای 3 ماه سال 2021 اعلامیه انداز خود را پیشنهاد نموده به مبلغ بیش از 238,000 سامانی به بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان انداز پرداخت کرده است. در این باره روز 23 ایول خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر داد شرکت اپل تولید کننده چنین مال‌های سرخریدار چون آیفون، آیپاد، آیپد، مکبوک می باشد که در تاجیکستان نیز مشتری زیاد دارد. کمیته انداز تاجیکستان در شرح خود می گوید که طبق مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و علاوه ها به کودکس انداز از 17 دکامبر سال 2020 شرکت‌های خارجی که در جمهوری تاجیکستان به شخصان واقعی خدمت رسانی‌های الکترونی پیشنهاد می‌نمایند باید طبق ترتیب مقرر شده در کمیته انداز به قید گرفته شده انداز از ارزش علاوه شده را برای این خدمت رسانی‌ها حساب کنند و به بودجه پرداخت نمایند. با این مقصدها امسال از جانب مقامات انداز با نمایندگان شرکت‌های خارجی که در جمهوری تاجیکستان خدمت رسانی‌های الکترونی انجام می‌دهند یک چند مرتبه ویدیو کنفرانس و کارهای فرماندهی برگزار کرده شد. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده شده 18 عدد شرکت به مقامات انداز مراجعت نموده به قید گرفته شدند. گفته می شود در این شرح کمیته انداز در اول سال جاری خبر داده بود که چندین شرکت معروف بین المللی از جمله گوگل و فیسبوک نیز خود را در این کمیته رسما همچون انداز سپرنده ثبت نام کردند. کمیته انداز چندین سال باز طلب داشت که شرکت‌های بین المللی برای خدمت رسانی‌هایش به شهروندان تاجیکستان باید به این کشور انداز سپرند. مقامات انداز تاجیکستان عین طلب را به شرکت خطایی علی بابا نیز داشته‌اند، ولی معلوم نیست که آیا این شرکت طلب دوشنبه را پذیرفته است یا نه. چند سال پیش وقتی بیک صبور رئیس خدمات علاقه در یک صحبتش با خبرنگاران از صاحب فیسبوک مارک زوکربرگ گله میکرد که به بودجه تاجیکستان انداز نمیسپارد، همه او را به مسخره کشیدند، ولی با گذشت چند سال میبینیم که مقامات دوشنبه توانستند شرکت‌های بزرگ دنیا از جمله فیسبوک و زوکربرگ را به سپاریدن انداز به بودجه تاجیکستان مجبور کنند. جسد حبیب جان یعقوب ساکن 19 ساله دهه کشتودک پنجکند را که روز 19 ایول در سیل نابود شده بود روز 22 ایول بعد 3 روز جستجو پیدا کرده به خاک سپاریدند. به این ترتیب از 12 قربانی سیل روز عرفه عید قربان در پنجکند 11 جسد را پیدا کرده به خاک سپاریدند و جستجوی تنها جسد ناظمه اسماعیل و تا حال نتیجه نداده است. علیشیر عثمانزاده در فیسبوک خبر داد که جسد حبیب جان جوانمرگ را از ساحل دریای زرافشان پیدا کرده نماز جنازه‌اش را عصر 22 ایول ساعت 19 خواندند. حبیب جان یعقوب و ناظمه اسماعیلووا در جمله 10 ساکن کشتودک بودند که
روز 19 ایول در اوول یعنی چراگاه تابستانک 3 کیلومتر دورتر از دیها در کوهستان جایگیر شده است قربانی سیل شدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت اکثر قربانیان سیل در کشتودک از یک خانواده بودند که وقتی که باران شدید بارید داخل خیمه‌های خشت پناه بردند ولی سیل شدید آنها را همراه با خیمه‌هایشان برد. قبلا شاعر مقیم پنجکند اسماعیل ظریفی با نشر یک مرثیه با نام بهوران همنشین اندر بهشتی خبر داده بود که حبیب جان وقتی تومه سیل شد که میخواست مادرش را از چنگ این آفت طبیعی نجات دهد. عبدالخلیل خالقزاده رهبر بیمارستان ابن سینای شهر دوشنبه در یک مطلب مفصل در فیسبوک پیرامون آخرین وضع بیماری همگیر کرونا ویروس در جهان و در تاجیکستان صحبت کرده نوشته است که امروز تاجیکستان درگیر موج سوم پاندمی شده است. موج اول را ما در آخر بهار و موج دوم را در تیر ماه سال گذشته گذرانیده بودیم. موج سوم به تابستان امسال راست آمده و پیش از همه تمام فرضیه ها به فصلهای سال و گرمی و سردی ربط نداشتن ویروس را برملا کرد. یعنی این ویروس در هر اقلیم و منطقه دنیا یک خیل پهن می شود. به گرمی و سردی و نمی و خشکی کاری ندارد. نوشته است رهبر بیمارستان ابن سینا. خالقزاده می نویسد شتم نو کرونا ویروس با نام دلتا که اول در این آشکار شد باعث شده است که موج کنونی بیماری خیلی سخت‌تر می‌گذرد. علامت‌های بیماری که بر اثر شتم دلتا ظاهر می‌یابند نیز کمی فرق دارند. اگر در موج‌های قبلی بیماری بیشتر از گم کردن بوی، مزه و سلفه آغاز می‌شد، اکنون بیشتر با شکم‌روی و درد گلو آغاز می‌شود و خیلی وزنین می‌گذرد. علامت‌هایی که متخصصان در بیماران کشورمان مشاهده می‌کنند بازگوی آن است که همین شتم دلتا در کشور عزیزمان بیدادی می‌کند. می‌نویسد رهبر بیمارستان ابن سینا. این در حالی است که وزارت تندرستی تاجیکستان می‌گوید تا امروز در تاجیکستان یگان حالت گرفتاری به شتم دلتا آشکار کرده نشده است. به عقیده خالقزاده این ویروس دیگر گم نمی‌شود و همیشه در کمین خواهد بود، ولی مردم می‌تواند با رعایت قاعده‌های بهداشتی و واکسن گرفتن خود را از آن ایمن نگاه بدارند و سهم خود را در خاتمه یافتن پاندمی گذارند. یک زن 47 ساله از تاجیکستان در ولایت لنینگراد روسیه به آن گمان بر می شود که روز 22 ایول در جریان مناقشه اویلوی به شکم کلین 23 سالش یک ضربه کارد زده است. کلین میگوید که میخواست از شوهرش جدا شود ولی این به خوشدامنش خوش نآمده است. این مناقشه روز 22 ایول در دهه ربیتیس نویه ولاسووا واقع در 100 کیلومتری جنوب غربی شهر سنت پترزبورگ رخ داده است. بنا به گزارش‌ها ساعت 12:38 به پلیس از بیمارستان ولاسووا زنگ زده خبر دادند که به قبولگاه این بیمارستان یک جوانزن 23 ساله زاده تاجیکستان در دهه ربیتیس زندگی میکند خودش مستقلانه با زخم کارد از ناحیه شکمش مراجعت کرده است. طبیبان جراحت او را جراحت میانه ارزیابی میکنند. جوانزن گفت که او را خوشدامنش که روز 22 ایول به خانه آنها به مهمانی آمده بود کارد زده است زیرا مخالف جدا شدن او از شوهرش بود. در این زمینه بین خوشدامن و کلین مناقشه برخاسته است و خوشدامن سر قهر به شکم کلینش کارد زده است. خود همان روز 22 ایول کارمندان پلیس در یک منزل در خیابان ونگسر شهرک ولاسووا خوشدامن جوانزن جبر دیده را دستگیر کردند. این زن 47 سال داشته، شهروند تاجیکستان است و با سفر خصوصی به روسیه آمده در ولایت کلوگا ثبت نام موقت داشته است. کلین او هم با سفر خصوصی به روسیه آمده بوده است. در قلمرو ولایت لنینگراد یا شهر پترزبورگ ثبت نام نداشته است. در حال حاضر نسبت به خوشدامن برای ویران کردن قاعده‌های بود و باش در روسیه پروتکل مأموری ترتیب داده او را در بازداشتگاه مخصوص جای کردند. مسئله کشودن پرونده جنایتی به ضد او در بررسی قرار دارد. دهه ربیتیس در اصل یک دهه خرد با حدود 20 ساکن است که قریب همه ساکنانش در فرم چاره‌داری کار میکنند. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 23 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور 68 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده است. از 21 ایول که مقامات تاجیکستان بار اول در سال 2021 موج نو کرونا ویروس را در کشور اعتراف کردند،
این بلندترین نشان دهنده گرفتاری به کرونا ویروس در یک شبانه روز در این جمهوری است. وزارت تندرستی همچنین خبر داده است که در یک شبانه روز اخیر 56 بیمار بعد معالجه از کرونا ویروس شفا یافته. متاسفانه باز یک نفر فوت دیده است. از اول ماه ایول این وزارت علاقه مرگ 26 نفر را از کرونا ویروس تصدیق کرده است. روز 22 ایول درباره درگذشت ایدگل قاسم زاده وکیل پارلمان و رئیس سابق کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان در سن همگی 53 گزارش شده بود. گفته می شد که ایدگل قاسم زاده چند روز اخیر در بیمارخانه یکم سویتسک از کرونا ویروس تبابت می گرفت. جنازه قاسم زاده را همان روز 22 ایول در زادگاهش ناحیه بخش به خاک سپاریدند. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی از شروع پاندمی در تاجیکستان در عموم 14359 حالت گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده. از این شمار 13902 نفر یا 96.8% شفا یافته، 116 نفر متاسفانه جان باختند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ایدگل قاسم زاده وکیل پارلمان و رئیس سابق کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان روز 22 ایول در بیمارستان یکم سویتسک از کرونا ویروس جان باخت. از بس که اسم کمیته زنان در زمان رهبری او بیشتر با ریت‌های ضد زنان حجاب‌پوش رسانه‌ای میشد، نفران زیاد در شبکه‌های اجتماعی مرگ رئیس سابق این اداره از کرونا ویروس را یک نوع جزای الهی عنوان کرده اظهار خوشحالی کردند و نوشتند که او راست به جهنم خواهد رفت. یکی از نفرانی که چند سال با ایدگل قاسم زاده از جمله در کمیته زنان کار کرده است و او را از نزدیک میشناسد به پایگاه خبری بامداد تماس گرفته و گفت از این اظهار خوشحالی و حکم و فتواهایی که درباره مرحوم و راست به جهنم خواهد رفتنش میخواند سخت غمگین شده است. او میگوید بسیاری ها ایدگل قاسم زاده را نشناخته به وی تمغه اسلام بدبین، دشمن ستر و ایجاب و حتی کافر بزنند. ببینید معلومات در پشتش یگان پشتیبانی به قوت نداشت و از بس که از جنس لطیف هم بود از مقامات امنیتی و حفظ حقوق سخت میترسید. آنها از این سوء استفاده میکردند. بسیار وقت چنین میشد که حتی یک جوان تازه به امنیت به کار در آمده به پیشش میدرآمد و فرمان میداد که چند کارگر را جدا کند، باید رید گذرانند. او نه گفتن نمیتوانست، میترسید، قبول میکرد. به دلیل اراده سست و جسارت نداشتنش دیگر این لیتنانچه ها در کابینت او را آخرچه کرده بودند. در اصل بیچاره هیچ بدبینی نه به اسلام داشت نه به مسلمانان و نه کار به لباس و رویمال مردم. سیاست چنین بود و او مجبور بود زیر همین طبل سیاست برقصد، وگرنه همه خوب میدانیم که با وجود وزیر شدنش قریب همیشه کرته تاجیکی در تنش داشت و یک زن سنتی بود. نقل کرد این صحبت بامداد. این اظهار خوشحالی و فتواهای به جهنم فرستادن در واکنش به مرگ ایدگل قاسم زاده قسمی از کاربران را حتی در میان مخالفین نگران و ناراحت کرده است. از جمله تیمور ورقی، شاعر و خبرنگار و رهبر انجمن دیگر اندیشان تاجیک، یک سازمان مخالف حکومت کنونی تاجیکستان در فیسبوک نوشت که این خوشحالی ها نسبت به مرگ این منصبدار حکومت امامعلی رحمان را قبول ندارد. رقصیدن در بالای جسد نه از لحاظ انسانی و نه از لحاظ مسلمانی درست است. خداوند رحمتش کند، نوشته است تیمور ورقی. شادمان شایمردوف نیز در پاسخ به آنهایی که ایدگل قاسم زاده را به جهنم میفرستند نوشته است که ایدگل قاسم زاده یک زن تاجیک و اعتقاد محور بود. این را همچون فردی میگویم که شخصا او را میشناختم. بسیار خانم و مادری مهربان و از همه مهمتر خاکسار و زمینی بود. یک روز دعوت کرده و گفت که بچم میخوام در حق گذشتگان یک ختم قرآن کنم. گفتم میخونیم و خوندم. چون خونه‌اش رفتیم حتی شوهرش هم یک انسان بی نهایت خاکسار و به اصطلاح دامولا برآمد. حرفهایی که او پیرامون ستر و حجاب گفته بود سیاست بودند نه اعتقادی. ژورنالیست تاجیک زفقبک سعید امینی با ذکر خیر و یادآوری از دیدارهایش با ایدگل قاسموف که بسیاری ها را از جمله زفقبک را با مهر بچم گفته خطاب میکرد
از آنهایی که این زن مرحوم را به جهنم میفرستند پرسیده است که آیا کدام آنها کلید در جنت و جهنم را در دست دارند که به جای خداوند چنین تصمیم بگیرند؟ متاسفانه از دیشب خیلاها به خودشان اجازه دادند تا به نفر ففتیده بدگویی نمایند و او را به جهنم فرستند، گویا همه فرشته‌اند و در دست راحت جنت را دارند، حالا که هیچ کدام ما از آخر کارمان آگاه نیستیم. این هم در حالی که ما مسلمانان باور داریم الله رحمان و رحیم است و توبه ما را تا پیش از جان کندن قبول میکند و با یک عمل شایسته میتواند گناههای ما را ببخشد. بیایید در حق یکدیگر دعای هدایت و مغفرت کنیم. به خودمان اجازت ندهیم که یکی را به جنت یکی را به دوزخ بفرستیم، چون حالا از عاقبت کار خودمان خبر نداریم. الله اپای ایدگل را رحمت نماید و عملهای خیرش را که برای بیوه و بیچارگان نموده بودند دستگیر آخرتش سازد. آمین. نوشته است زفق بیگ سعید امینی. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 22 ایول جسدهای باز یک نورس و یک جوان را از آب بیرون آوردند. یک نورس 16 ساله که از ناحیه خراسان به میمانی رفته بود در ناحیه کوشونیان در دریای وخش غرق شده است. جسد یک جوان 20 ساله از جماعت سیبستان ناحیه دنغره را روز 22 ایول از آبانبار نورک بیرون کشیدند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده قبلا خبر داده بود که روز 20 ایول که در تاجیکستان عید قربان تجلیل میشد، یک کودک 4 ساله در دریای اندگان در کنار شهر وحدت و دو مرد کلانسال در کانال دیهه علیجان ناحیه دنغره غرق شدند. بنا به اطلاع دریافتی از اول سال در کل دریاهای تاجیکستان حدود 60 نفر جان باختند. تقریبا نصف غرق شده ها نابالغان می باشند. بنا به اطلاع کمیته ایالت‌های فوق‌العاده یک نورس 16 ساله که روز 22 ایول از زادگاهش دهه دهنه ناحیه خراسان به شهرک بختریان ناحیه کوشونیان میمانی رفته بود در آب دریای وخش از بی احتیاطی غرق شده است. بعد دریافت خبر نجات دهندگان ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان به جای حادثه رفتند و همراه با اهالی محلی کارهای جستجویی را برآموندند. ساعت 17:40 جسد نورس را از آب بیرون کشیده به مقامات حفظ حقوق سپردند. همین طور دیروز از آبانبار نورک جسد یک شهروند 20 ساله ساکن جماعت دیهات سیبستان ناحیه دنغره پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپرده شد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت این جوان روز 20 ایول سال روان هنگام آببازی از بی احتیاطی غرق شده و جستجوی جسد او تا 22 ایول 3 روز ادامه داشت. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که به شعبه میلیسه ایثار با عریضه مرد 58 ساله ساکن جماعت دیهات اوریون مراجعت نموده است که سال 2020 زن 46 ساله ساکن جماعت اوریون با راه فریب به باوریش درآمده از او 300,000 سومونی را گرفته به منفعت شخصی صرف کرده است و تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اینچنین خود همین زن باز به آن گمان بر می شود که با همین راه ماه ایول سال 2021 باز یک مرد 33 ساله ساکن جماعت اوریون 480,000 سومونی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال مبلغش را برنگردانیده است. تفتیش این دو قضیه ادامه دارد. در پایان برنامه یک اعلان. بانو جان یک معیوب خردسال به اداره پایگاه خبری بامداد مراجعت کرده برای فروختن عروبچه معیوبیش کمک خواست. بانو جان میگوید که در وقتش این عروبه الکترونی را مادرش برای او از خطای با عوض با نرخ $2700 خریده بود، ولی بانو جان از آن استفاده برده نتوانست و عروبچه همچنان نو ایستاده است. بانو جان میگوید از ناچاری عروبچه را میفروشد چون که ضرور مانده است. باید برای ادامه طبابتش دارو بخرد. این داروها و طبابت بانو جان ارزان نیست، از این رو او به پول احتیاج دارد. بانو جان گفت از نوعلاجی آماده است این عروبچه معیوبه الکترونی را که $2700 خریده بود حالا با نرخ $1500 بفروشد چون که در حقیقت خیلی ضرور مانده است. بانو جان عروبچه قیمت بهایش را ارزان فروختن میخواهد تا برای ادامه طبابتش پول پیدا کند. بیایید به این خواهرک کمک کنیم. تلفن های اپای شهنازه مادر بانو جان برای تماس 93 153
66 66 90 444 04 40. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз тоҷикистон ва дар бораи тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари бомдод пайгирӣ намоед. www.bomdod.com. хуш бошед.